به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، روزتان بخیر. موضوع امروزه صحبت ما نیروهای مسلح تاجیکستان، رسالت، واقعیت‌ها و آینده می باشد. چرا بنده امروز ضرور دانستم که در این موضوع با هموطنان عزیزمان صحبت داشته باشم؟ زیرا موضوع نیروهای مسلح، دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و مشکلات و قانون‌شکنی‌هایی که در این روزها در این موضوع رخ می‌دهد یکی از موضوعهای اساسی و داغ روز جامعه ما میباشد و پیمان ملی تاجیکستان از آن جمله خود من هم تصمیم گرفتیم که در این باره با ملت عزیز صحبت داشته باشم و موقع خود، موقع پیمان ملی را برای هموطنان عزیز در این موضوع روشن کنیم. میخواستم در آغاز چند جمله درباره رسالت نیروهای مسلح در هر کشوری صحبت کنم، از اون جمله در تاجیکستان عزیزمون. رسالت نیروهای مسلح تاجیکستان در قانونگذاری تاجیکستان، پیش از همه در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، در قانونهای ساحوی که ما یک چند قانون داریم در رابطه با نیروهای مسلح تاجیکستان، قانون درباره نیروهای مسلح، قانون درباره مدافعه، قانون درباره دعوت به خدمت حربی و عهدهداری حربی و چندین قانونهای ساحوی دیگر داریم که به هر یک شاخه نیروهای مسلح تاجیکستان مربوط می باشد. در این قانونگذاری نه تنها معیارهای حقوقی، فعالیت و وجود، مبلغ گذاری و چارچوب صلاحیت های این نیروها، هر یک نیرو، هر یک وزارت قدرتی مشخص شده است. این چنین رسالت آنها در عموم در این قانون ها نشان داده شده است. و رسالت اصلی هر یک نیروی مسلح، چی در گذشته، چی در امروز و در آینده هم برای هر یک کشور، این پیش از همه دفاع از مرز و بوم و از استقلالیت این کشور می باشد. و بخصوص وزارت دفاع و نیروهای مسلحی که به وزارت دفاع اطاعت میکنن، باید که پیش از همه از استقلالیت و از خطرهای بیرونه و اینچنین از مرز و بوم کشور حمایت کنند، از ملت دفاع کنند. این چنین نیروهایی که تابعیت از وزارت داخله دارند، مثل قشون‌های داخلی تاجیکستان، قشون‌های مرزبانی، هر کدام یک تعیینات مخصوص دارد و هر کدام طبق قانونگذاری و طبق اون سفارش‌ها و دستورهایی که مقامات بالای کشور، از آن جمله سرفرمانده کل نیروهای مسلح تاجیکستان که در تاجیکستان پرزیدنت کشور می باشد، باید که عمل کنند. البته در سطح قانونگذاری ما تقریبا یگان مشکلی خاصی نداریم و تمام قانونگذاری تاجیکستان درباره نیروهای مسلح یا از طبق معیارهای بین المللی نوشته شدن یا طبق اون معیارها و ترتیباتی که از زمان شوروی مانده است و امروز در کشورهای سابق شوروی جاری هست. و بنابر همین بنده همچون سابق وکیل مجلس نمایندگان میتوانم بگویم که در سطح قانونگذاری شاید ما یک از کشورهای باشیم که بهترین قانونگذاری را در باره نیروهای مسلح داریم. البته این به معنی اون است که در قانونگذاری ما مشکلی وجود ندارد و مشکلی ها هستند، اما با اون حد نیستند که اون باعث نگرانی جدی باشد. اما وقتی که ما از رسالت یا از سطح قانون می آییم به واقعیت ها، می بینیم که در اینجا وضعیت کاملا فرق می کند. باید گفت که مطابق نبودن واقعیت های جامعه با قانونگذاری در تاجیکستان تنها به ساحه نظامی ربط ندارد. متاسفانه یک مریضی، یک واقعیت تلخی هست که به همه ساحه های کشور ربط دارد. ما بهترین کنستیتوسیون را شاید در منطقه داشته باشیم، البته نه اون کنستیتوسیون که امروز هست، چون خیلی من عذر میخوام، خیلی این کنستیتوسیون مجق شد، خیلی با اون تغییرات ها و علاوه های وارد شد در این سالهای آخر که دموکراسی که در اول قبول شده بود تقریبا چیزی باقی نماند. اما در اول در تاجیکستان کنستیتوسیون بسیار خوب قبول شد و قانونهای ما هم وقتی که یک اکسپرتیز بین المللی یا منطقوی را حتی بگذارن چندان قانونگذاری بد نیستند. اما وقتی که در واقعیت و مرحله تطبیق میرسیم میبینیم که مشکلی های زیادی با وجود میاد، چون پیش از همه حکومتداران، مقامداران تاجیکستان هیچگاه در فکر تطبیق قانون ها اون طوری که میباید نبودند و نیستند، بخصوص در اون قسمتی که خودشون باید مسئولیت هایشان را، وظیفه هایشان را
عهده‌داری‌هایشان را طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عملی کنند. البته در قسمت طلب کردن قانون از مردم عادی نه تنها خیلی فعال هستند بلکه از بودش زیادتر طلب میکنند. برای مثال شما هر قانونی را هم بگیرید، مقامات از مردم اونقدر طلب میکنن اجرایش معیارها را که حتی در قانون هم اون مقدار پیش بینی نشده است. اما وقتی که درباره تطبیق این قانون از طرف خودشون می آید، میبینید که کمترین معیار قانونگذاری رو هم رعایت نمیکنن، از آن جمله در قانونهایی که به نیروهای مسلح تاجیکستان مربوط هست.